اگر بهت بگم انسانی وجود داشت که می توانست ذهنش را فراتر از مرزهای زمان و مکان ببرد، انسانی که باور داشت روح جاودانه تر از جسم است، باور می کنی؟ این داستان واقعی کسی است که میلیون ها نفر در سراسر دنیا را با حقیقتی تازه آشنا کرد. کتابی که او نوشت الهام بخش رهبران، هنرمندان و حتی نابغه هایی مثل استیو جابز بود. نامش پراماهانسا یوگاناندا و این روایت زندگی یک یوگی است. یوگاناندا در هند متولد شد. پسری پر از پرسش. از همان کودکی به دنبال چیزی فراتر از بازی‌های کودکی و مدرسه بود. او بارها از خانه فرار کرد تا به کوه‌ها و معابد برود و استاد معنویش را پیدا کند. هیچ چیز برایش مهمتر از یافتن حقیقت نبود و روزی آنچه را که سالها جستجو کرده بود پیدا کرد. نامش سری یوکتشوار بود. مردی با چشمانی نافذ و حضوری چون کوه. و یتگاناندا در نگاهش حس کرد که روحش خانه‌اش را یافته. او آموخت که خدا نه در کتاب هاست و نه در معابد، بلکه در سکوت درون است. جایی که وقتی چشمها را ببندی جهانی بی پایان کشف می‌کنی. یوگاناندا در سفرهایش با انسان‌هایی روبرو شد که قوانین عادی زندگی را شکسته بودند. زنی که سالها بدون غذا زیست، یوگی که در یک لحظه در دو مکان بود و مردی که تنها با یک نگاه قلبت را آرام می‌کرد. برای او اینها نه افسانه بودند، بلکه نشانه ای از این که انسان محدود به بدن نیست. ما روحی نامحدودیم که می‌توانیم به هر چیزی برسیم اگر به درون سفر کنیم. در سال 1920 به آمریکا رفت، جایی که مردم فقط علم و صنعت را می‌شناختند. اما وقتی سخن گفت، سالن‌ها پر شدند، چون صدایش آرامشی داشت که جهان تشنه‌اش بود. او پلی شد میان شرق و غرب و به مردم آموخت که موفقیت واقعی تسلط بر ذهن است، نه صرفاً پول و شهرت. امروز کتاب زندگی یک یوگی نه تنها زندگی نامه‌ای از او، بلکه نقشه راهی برای کشف حقیقت درون است. همان حقیقتی که میگوید تو این جسم یا حتی افکارت نیستی. تو روحی بی پایان و قدرتمندی و این پیام نه برای دیروز که برای همین لحظه است که این ویدیو را میبینی. چشمانت را ببند. نفس بکش و به یاد بیاور که تو چیزی بیش از آنی هستی که فکر میکنی. این است هدیه یک یوگی.